خب بریم سراغ تست بعدی. مساحت مثلث متساوی الساقین ABC که AB برابر AC برابر 8. خب یک مثلث متساوی الساقین داری که ضلع AB با ضلع AC برابره. این مثلا AB، اینم AC، این دو تا ضلع میگه با هم برابره، متساوی الساقین، مساحت هم برابر 8. و بعد گفته اگه نقاط B و C هم مختصاتش B باشه 4 و 2 و C هم باشه 0 و 2. خب گفته مختصات رأس آ چقدر؟ خب مختصات رأس آ خوب دقت کن. من برای اینکه مختصات رأس آ رو به دست بیارم میگم که آقا این ارتفاع AH با میانه AM یکیه. یعنی چی یکیه؟ اگر مثلث متساوی الساقین باشد ارتفاع و میانه بر هم منطبقن. درسته؟ این از این. حالا اینا رو باز توی هندسه باز بیشتر هم توضیح میدم. توی هندسه در واقع 11 که میرسیم اون قسمت های نکات رو بیشتر میگم. این که مثلث متساوی الساقین، این در واقع یه هم‌نوشتی ساده هم. این دو تا مثلث چون هم نوشتن، این میانه و حالا تمام اجزای نظیر با هم برابر میشه، میانه و در واقع نیمساز و ارتفاع همه بر هم منطبق میشن. خب حالا من چی رو میخوام؟ من این مختصات رأس آ رو میخوام. گفته مساحتش 8. مساحت 8 یعنی قاعدش ضرب در ارتفاع باید 8 بشه. این AM نقش همون AH هم داره بازی میکنه. درسته؟ قاعده که معلومه، قاعده BC دیگه میشه رادیکال تفاضل طولها به نمای 2 به اضافه تفاضل عرضها به نمای 2 که میشه 4. این قاعده من 4. یعنی اندازه قاعده 4 ضرب در اندازه ارتفاع که نمیدونم AH تقسیم بر 2، این باید 8 بشه. قبول داری؟ پس این به 2 1 این به 2 2 مرتبه 2 تا AH 8. پس اندازه AH 4. اندازه AH 4 یعنی از نقطه این الان ببین روی نقطه 4 و 2، اینم نقطه 0 و 2. پس M که وسطشه بین 4 به اضافه 0 میشه 4 تقسیم بر 2 2 و اینم 2 به اضافه 2 میشه 4 تقسیم بر 2 2. قبوله؟ پس خوب دقت کن. این تیکه رو پاک کنم. این M و H روی نقطه 2 و 2. ارتفاع AH باید 4 تا باشه. خب 4 تا باشه در راستای M بالا پایین میشه دیگه. درسته؟ یعنی این مختصات ایگرگش که 2 هست، مثلا مختصات ایکسش 2 هست. ببین یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کن. این قسمتی که الان آ روی ام، این آ میتونه اینجا هم باشه، اینجا هم میتونه باشه. قبول داری؟ این آ ایکسش که 2، ایگرگش بالا پایین میکنه. ایگرگش به اندازه چی؟ به اندازه AH، چون این فاصله AH دیگه. AH گفته 4. پس از این نقطه 2 و 2 اگه 4 باید بریم بالا میرسیم به نقطه 2 و 6. اگه 4 باید بیایم پایین میرسیم به نقطه 2. ایگرگش هم 4 تا بیاد پایین از 2 میشه -2. یا مختصات در واقع اون رأس 2 و -2 یا 2 و 6. گزینه 1 2 و 6. درسته؟ چون گفتیم در مثلث متساوی الساقین ارتفاع و میانه منطبقن. این میانه رو اول به دست آوردم 2 و 2. گفتم ارتفاع که باید 4 باشه طبق این نکته‌ای که گفتیم. درسته؟ ارتفاع 4 باشه. خب این ارتفاع یا 4 باید بالا یا 4 باید پایین که یا این شکلی مثلث ساخته میشه یا بالاش. درسته؟ که هر دو نقطه رو گفتیم چند میشه. خب این از این. نقاط A و B و C رؤوس مثلث ABC هن. میانه های BAM و BM' از این مثلث در نقطه D یکدیگر را قطع کردن. طول نقطه D 3 تا رأس A و B و C داریم. A، B و C 3 رأس مثلث هستن، یه مثلث دلخواه. بعد گفته میانه AM، این میانه AM مثلا و میانه BM' رو رسم کردیم. اینم مثلا میانه BM'. خب اون وقت اینا میگه همدیگر رو توی نقطه D قطع میکنن. طول نقطه D کدامه؟ یعنی مختصات نقطه D رو باید به دست بیاری تا طول نقطه D هم به دست بیاد. برای این کار باید چیکار کنی؟ میای میگه که آقا M چون وسط BCه، چون نقطه D از برخورد خط AM و خط BM' من باید اول معادل خط AM رو بنویسم، معادل خط BM' رو بنویسم، این دوتا رو قطع بدم تا نقطه D به دست بیاد. این روش تشریحی رو دارم میگم. خب شما برای اینکه نقطه معادل خط AM رو بنویسی A رو داری، M هم داری، M وسط BC به دست میاد. بعد از A و M شیب خط AM مشخص میشه. یک شیب و یکی از این دو نقطه هم توی معادله Y-1
m در x منهای x1 قرار میدی، معادل خط AM مشخص میشه. برای b امپریم وسط A و C امپریم مشخص میشه. درسته؟ b هم داری، شیب خط b امپریم مشخص میشه. حل یکی از این دو نقطه هم توی y منهای y1 m در x منهای x1 قرار میدی، معادل خط b امپریم مشخص میشه. معادل خط b امپریم رو با معادل خط AM قطع میدی، جایی که قطع میکنن دیه. درسته؟ همه اینا رو گفتیم، با یه نکته تمومه، زیر 5 ثانیه. اگر میانه های مثلث همدیگر را قطع کردن، نقطه برخورد همیشه میشه 3 رأسش رو جمع بزن تقسیم بر 3 کن. تموم شد. درسته؟ یعنی این همه راه حل رو باید بری، آخرش به این میرسی. آخرش به چی میرسی؟ نقطه برخورد میانه ها. حالا این سی امزگون هم باشه، نقطه برخورد میانه ها میشه A و B و C جمع بشن، رؤوسشون تقسیم بر 3. حالا مثلا x d رو میخوای حساب کنی، باید x های A و B و C جمع بشن تقسیم بر 3. y d رو میخوای حساب کنی، باید y های A و B و C جمع بشن تقسیم بر 3. خب x d پس میشه x a چنده؟ 3 به اضافه x b که منفی 1 به اضافه x c که 2 تقسیم بر 3 میشه 2 به اضافه 2 4 تقسیم بر 3 میشه 4/3. پس طول نقطه D چقدره؟ 4/3 و گزینه 4. حل اون روش اولم که گفتم شما خودتون حتما حل کنین، اول مفهومش رو درک کنین و بعدش هم از این نکته هم میتونی استفاده کنی و حلش کنی. حل تست بعدی. خب محل تلاقی خط L گذرا از دو نقطه P و Q. خب یه خطی از این دو نقطه P و Q میگذره، یه خط L'iه که از دو نقطه P و Q میگذره. خب خط L که از نقطه P و Q میگذره، معادل خطش که راحت مشخصه. درسته؟ پس میتونم الان معادل خط L رو بنویسم، چون شیب PQ رو اول به دست میارم. شیب PQ میشه تفاضل عرضها 2 منهای منفی 1 تقسیم بر تفاضل طولها منفی 1 منهای 3 میشه 3 تقسیم بر منفی 4 منفی 3/4. قبوله؟ با یک نقطه و یک شیب معادل خطش نوشته میشه y منهای y1 m منفی 3/4 در x منهای x1 x منهای منفی 1 میشه x به اضافه 1. پس معادل خط L میشه چی؟ منفی 3/4 x منفی 3/4 x. این میشه منفی 3/4 به اضافه 2. درسته؟ منفی 3/4 به اضافه 2. این میشه 8 منهای 3 به اضافه 5/4. این معادله خط L. خب این از این معادله خط L که محاسبه شد. با خط دلتا، خط دلتا عمود بر نیمساز ناحیه سومه. نیمساز ناحیه اول و سوم خط y مساوی با x. قبوله؟ وقتی خط دلتا عمود بر این خطه، یعنی شیبش قرینه معکوس اینه. شیب این که یکه. درسته؟ قرینه معکوس این، پس شیب خط دلتا میشه منفی 1. این از این. و از نقطه 0 و 3 هم این خط دلتا میگذره، از نقطه 0 و 3 هم میگذره. یه شیبو داری، یک نقطه معادل خطش رو بنویس y منهای y1 m در x منهای x1. این از این. پس معادله خط دلتا هم شد y مساوی با منفی x به اضافه 3. قبوله؟ خب میگه از محل تلاقی خط L و خط دلتا، محل تلاقی این دوتا ایگرگاشو برابر قرار بده. درسته؟ این دوتا خطی که الان ما معادل خطشو نوشتیم با هم برابر قرار میدیم ایگرگاشو، یعنی منفی x به اضافه 3 مساوی میشه با منفی 3/4 x به اضافه 5/4. قبوله؟ خب x ها یک طرف، عدد یک طرف. این میشه یک x منهای 3/4 x میشه 1/4 x مساوی است با این هم میشه 3 منهای 5/4. 3 4 تا 12 منهای 5 میشه 7/4. پس x من چقدره؟ x من 7 و این x 7 رو توی یکی از این دوتا قرار بده. y چقدر میشه؟ میشه منفی 7 به اضافه 3 میشه منفی 4. درسته؟ خب محل برخوردشون از چی؟ از مبدأ مختصات. این محل برخوردشونه. درسته؟ 1/4 x، این 3 منهای 5/4 3 4 تا 12 منهای 5 هم که 7/4. درسته؟ اینم از این. خب محل برخوردش از مبدأ مختصات چقدر فاصله داره؟ رادیکال x به نمای 2 7 7 49 به اضافه y به نمای 2 4 به نمای 2 هم 16. درسته؟ این میشه 50 با 15 میشه 65. رادیکال 65 تا فاصله داره. رادیکال 65 هم گزینه 4. درسته؟ محل برخوردش که نقطه 7 و منفی 4 گفتیم محل تلاقی. حالا یک نقطه رو که به دست آوردی، فاصله یک نقطه از مبدأ بود، رادیکال x به نمای 2 به اضافه y به نمای 2 7 به نمای 2 به اضافه منفی 4 به نمای 2. درسته؟ این از این. بریم سراغ تست بعدی.
اگر این خط بر همه خطوط به معادله فلان عمود باشه. این خط کی بر همه خطوط این معادله خط عموده؟ وقتی شیب این قرینه معکوس شیب این باشه. درسته؟ شیب این چنده؟ شیب این یعنی شیب M1 شیب این خط میشه قرینه ضریب X تقسیم بر ضریب Y. وقتی X و Y در یک طرف تساویان میشه 3/4. شیب این چی میشه؟ میشه باز هم چون X و Y در یک طرف تساویان قرینه ضریب X تقسیم بر ضریب Y که اینه. درسته؟ وقتی این دوتا عمودن شیب یکی باید قرینه معکوس این باشه، یعنی منفی 2A به روی 5B باید قرینه معکوس این بشه. قرینه معکوس 3/4 میشه منفی 4/3. درسته؟ طرفین وسطین میشه منفی 6A مساویس با منفی 20B. طرفین رو بر منفی 3 یا منفی 2 تقسیم کنیم، در نتیجه 3A میشه چقدر؟ 10B. قبول این یا منفی با منفی رو بزن، هر دو طرف رو تقسیم بر 2 کن. درسته؟ یعنی 3A باید 10B بشه. خب میگه آنگاه وقتی این اتفاق بیفته، آنگاه نقطه A به مختصات A و B همواره روی کدوم یک از این خطوط قرار دارن؟ آیا روی خط اولی قرار داره؟ این A و B رو داخل این قرار بدم، گزینه 1 میشه 3A، یعنی نقطه A رو به جای Xش A بده، به جای Yش B بده، میشه 3A به اضافه 10B مساوی با 1. 3A مساوی با 10B، در نتیجه 3A به اضافه 10B 1 نمیشه. درسته؟ 3A به اضافه 10B میشه مثلا، چون 3A خودش 10B دیگه، میشه 10B به اضافه 10B مساوی با 1. حتما روی این خط قرار نداره لزوما، ولی اینو نگاه کن، به جای Xش A بده، به جای Yش B بده، این میشه چی؟ 3A منهای 10B مساوی با 0. این درست داره میگه، چون 3A برابر 10B شد وقتی این دوتا بر هم عمودن. درسته؟ در نتیجه 3A به اضافه 10 منهای 10B 0 میشه. پس این نقطه روی این خط واقع میشه، چون این A و B رو قرار میدم، میشه 3A منهای 10B که 3A منهای 10B 100% صفره، چون 3A برابر 10B. پس همین گزینه 2، بقیه نیاز به چک کردن دیگه نداره. درسته؟ معادله خطی که از دو خط به معادله فلان به یک فاصله است. خب ببینید بچه ها، یه نکته اضافه تر ما توی درسنامه همیشه رو گفتیم، اینو یک نکته اضافه دیگه، وقتی دو خط موازی هم داشته باشم، این دو خط موازی همن. چرا موازی همن؟ اولی رو ببین، 2x منهای y به اضافه 3 مساوی با 0. این دومی هم در یه منفی ضرب کن، اینم هست 2x منهای y منهای 6 مساوی با 0. یعنی نسبت ضرایب x با نسبت ضرایب y شون یکسانه. این دو خط موازیه، مخالف c به 3' هم هست. خب اگر من بخوام، این دو خط موازی ان دیگه، اون فرض کن خط d1 اینم خط d2، دو تا خط موازی. اگر ما خطی داشته باشیم که از دو خط موازی بخواد به یک فاصله، این چون دو خط موازی هن، ما اگر میخوایم خطی داشته باشیم که با دو خط موازی به یک فاصله باشن، آن خط باید بین دو خط موازی باشد و به فاصله یکسان از هر دو خط. درسته؟ وقتی من دو خط موازی دارم، من میخوام یک خط دیگه ای داشته باشم که فاصلهش از این دو خط موازی به یک فاصله باشه، باید یک خطی باشد دقیقاً وسط اون دو خط موازی. درسته؟ خب معادله این خطی که وسط دو خط موازی است، ضرایب x و y آن یکسان است، یعنی اگر اون دو خط باشن ax به اضافه by، اینم هست ax به اضافه by به اضافه c به اضافه 3' تقسیم بر 2 مساوی با 0. پس اگر خطی موازی دو خط موازی باشد که از هر دو خط به یک فاصله باشد، باید بین دو خط باشد. معادله خطش هم همون ax به اضافه by رو می‌نویسی بعد اینکه اون دو خط ضریب x و y رو یکسان کردی. خب ولی c چجوری تغییر میکنه؟ c به اضافه 3' تقسیم بر 2. پس اون خط، معادله خطی که بین این دو خط موازی هست که از دو خط به یک فاصله هست، معادله خطش میشه 2x منهای y به اضافه 3 به اضافه 3'، یعنی 3 منهای 6 تقسیم بر 2 مساوی با 0. از اون معادله خط هست 2x منهای y منهای 3 دوم مساوی با 0. قبوله؟ خب میگه این خط فلان خط رو در چه نقطه‌ای قطع میکنه؟ خب این دو تا معادله خط رو با هم برخورد بده. درسته؟ برخوردش رو این دفعه، چون همیشه y رو برابر قرار میدیم، این دفعه دستگاه حل کن. خطش رو ببینم چنده؟ معادله خط x به اضافه y به اضافه 1 مساوی با 0. x به اضافه y به اضافه 1 مساوی با 0. درسته؟ این مثبت و منفی y با هم میره. 2x و x 3x
منفی 3 دوم به اضافه 1 منفی 3 دوم به اضافه 2 دوم منفی 1 دوم مساوی با 0. 3x میشه 1 دوم، x میشه 1 ششم. قبوله؟ تنها گزینه‌ای که x 1 ششم داره همین گزینه 4. تو هر کدوم از این دوتا y رو قرار بدی همون منفی 7 ششم رو میگیری. حله؟ بریم قسمت بعدی. دو تا نقطه A و B داریم. این نقطه A، این نقطه B به طولهای منفی 1 و 1. خب که روی خط L واقعا این خط L که مختصاتش رو داده. خب پس نقاط A و B مشخصه. چرا مشخصه؟ چون یکیش منفی، مثلا این نقطه A xش منفی 1 باشه، xش منفی 1 باشه، yش چنده؟ خب چون روی خط 3x به اضافه 4y مساوی با 1 x منفی 1 بهش بده، 3 در منفی 1 به اضافه 4y مساوی با 1. درسته؟ این که منفی 3 میاد این طرف، 4y میشه 4، y میشه 1. پس نقطه منفی 1 و 1 همون نقطه A و این نقطه B هم که گفته طولش 1، این هم طولش 1، یعنی چون روی این خطه پس طول نقطه 1 رو به این بدم میشه 3 در 1 به اضافه 4y مساوی با 1. 4y میشه 1 منهای 3 منفی 2، y میشه منفی 2 چهارم یا منفی 1 دوم. پس نقطه B منم مشخصه، xش 1، yش منفی 1 دومه. این هم از نقطه B. و نقطه C هم که روی خط L' واقعه. خب نقطه C هم روی L' ولی خب x و y رو نداده. در این حالت مساحت مثلث ABC چگونه؟ مساحت مثلث ABC یعنی مثلثی که بر اساس این سه نقطه ایجاد میشه. مساحت مثلث ثابت نیست. مساحت مثلث بچه‌ها چی میشه؟ قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. درسته؟ قاعده مثلا AB ضرب در ارتفاع، اینم مثلا ارتفاع CH تقسیم بر 2. آقا قاعده AB A که جاش ثابته، B هم که جاش ثابته، پس قاعده که همیشه همین AB، طول AB مشخصه. CH هم چون فاصله دو خط موازی تا B نهایت، مثلا اگه این فاصله 2 باشه همه جا این فاصله 2 باید باشه. اگه 1.5 بشه اینا یه جا قطع میکنن. دو خط وقتی موازی ان که فاصلهشون همه جا یکسان باشه. قبوله؟ پس این ارتفاع هم که فاصله دو خط موازی همیشه یکسانه، پس ارتفاع یک عدد ثابته، قاعده هم یک عدد ثابته. پس مساحت که قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 میشه، قاعده که همه جا ثابته، ارتفاع هم همه جا ثابته، پس مساحت ثابته. این که ثابت نیست میگه مساحت که رده. خب مساحت رو چجوری به دست بیارم؟ قاعده AB رو چجوری به دست بیارم؟ مشخصه دیگه، فاصله دو تا نقطه‌ای که مشخصه. تفاضل طول‌ها به نمای 2 -1 منهای 1 منفی 2 به توان 2 میشه 4 به اضافه تفاضل ارزها 1 منهای منفی 1 دوم میشه 1 به اضافه 1 دوم میشه 3 دوم به نمای 2 میشه 9 چهارم. قبوله؟ این چقدر میشه؟ میشه 16 به اضافه 9 رادیکال 25 چهارم. 25 رادیکال 25 چهارم هم که 5 دومه. قبول؟ این قاعده است. ارتفاع چی؟ ارتفاع فاصله دو خط موازی است. درسته؟ ارتفاع در واقع فاصله این دو خط موازی رو به دست بیارم حله. فاصله دو خط موازی چی بود؟ 3 منهای 3 پریم تقسیم بر رادیکال A2 به اضافه B2. اینم 3x به اضافه 4y، اینم ببین این هست 3x به اضافه 4y منهای 4 مساوی با 0. این خط چیه؟ 3x به صورت استاندارد به اضافه 4y منهای 1 مساوی با 0. مگه فاصله دو خط موازی الان همین CH یا ارتفاع رو نمیده؟ میشه 3 منهای 3 پریم فاصله دو خط موازی، یعنی قدر مطلق منفی 4 منهای منفی 1 تقسیم بر رادیکال A2 به اضافه B2 هم که باز رادیکال 25 دیگه، 3 به نمای 2 به اضافه 4 به نمای 2. درسته؟ این میشه منفی 4 به اضافه 1 میشه منفی 3 قدر مطلقش 3، اینم که 5. خب ارتفاع هم 3 پنجمه. مساحت مثلث قاعده یعنی 5 دوم ضرب در ارتفاع 3 پنجم تقسیم بر 2. این 5 با 5 میره میشه حاصل 3 چهارم. 3 چهارم یعنی 75 صدم. قبوله؟ پس مساحتش ثابت و همه جا هم برابر 75 صدم است. گزینه 2. حل. بریم تست بعدی. ببین تستو چقدر تنوع داره. میبینی با این همه نکته‌ای که داریم میگیم باز هم همه این تستا یه تنوع خیلی خوبی تو همه این تستا هست. مساحت مثلثی که از لای زل آسش این خطه، زل بیسش این خطه، زل آبش این خطه. بدون اینکه رسم کنی. ببین 3 تا زل مثلث رو داده. یه زلش میگه روی فلان خطه، یه زل آسش، یه زل آبش، یه زل بیسش. خب این خطوط هر کدوم رو با هم برخورد بدی، دو تا خط مثلث رو با هم برخورد بدی، مگه رؤوس مثلث رو نمیدن؟ چرا میدن؟ یعنی من 2 به 2 این خط و این خط رو برخورد بدم، یه رأس رو بهم میده. این خط و این خط و این خط و این خط
هر کدوم یه رأس رو بهم میده. 3 تا رأس که مشخص بشه مساحت مثلث با همون نکته‌ای که آخرین نکته تست 30 یا 31 که حل کردم، مساحت مثلث 1/2 x a در y b منهای y c وقتی تمام رؤوس مشخص باشه مساحت مثلث مشخص میشه. پس برای اینکه من رأس ها رو مشخص کنم 2 به 2 با هم قطعشون میدم. این خط و این خط رو قطع بده. 2x به اضافه y مساوی با 2 و x منهای y مساوی با 4. درسته؟ این دوتا با هم میره. 3x میشه 6، x میشه 2، x شد 2، x بشه 2. تو یکی از این دو خط قرار بده، مثلا پایینی 2 منهای y مساوی با 4، y میشه چقدر؟ -2. پس 2 - 2 یه رأسه. 2 - 2 حالا کدوم رأسه؟ ببین AC BC، اونی که اشتراکشونه BC AC. پس این رأس C در واقع. درسته؟ xش 2، yش -2. این از این. خب حالا دو تا دیگه اینو پاک کنم. دو تا دیگه کدوما رو قطع دادی؟ AC و BC رو قطع دادی که C رو به دست آوردی. حالا این دوتا رو قطع بده. BC و AB رو قطع بده. x منهای y مساوی با 4 و این خط چنده؟ x به اضافه y مساوی با 1. درسته؟ این دوتا باز میره. 2x میشه 5، x میشه 5/2. قبوله؟ 5/2 بذار مثلا تو معادل دومی. 5/2 به اضافه y مساوی با 1، y میشه 1 منهای 5/2 میشه 2/2 منهای 5/2 -3/2. y هم -3/2. حالا کدوم دوتا رو قطع دادی؟ BC و AB رو قطع دادی. BC AB B. درسته؟ هم BC AB دو تا نقطه یکسانشون B دیگه، یعنی تو رأس B مشترکن. پس نقطه B من xش 5/2 و yش -3/2. اینم نقطه B مشخص شد. مونده نقطه A مشخص بشه. نقطه A رو چطور مشخص کنم؟ کدوم دو خط رو با هم قطع بدم؟ نقطه در واقع AC و AB، یعنی خط AC و AB رو با هم قطع بده. خط AB 2x با یه رنگ دیگه بنویسیم. 2 تا x به اضافه y مساوی با 2. درسته؟ اینو در یه منفی ضرب کن. -x منهای y مساوی با -1. در منفی ضرب کردم y با -y بره. 2x منهای x میشه x، 2 منهای 1 تو یکی از این دو خط قرار بده. 2 به اضافه y 2. پس y 0. قبوله؟ پس نقطه آ منم مشخص شد. نقطه آ من xش 1، yش 0. مساحت مثلث با اون نکته 1/2 قدر مطلق x a 1 در y b منهای y c -3/2 منهای -2 که میشه به اضافه 2. درسته؟ به اضافه x b یعنی به اضافه 5/2 در y c منهای y a -2 منهای 0 به اضافه x c یعنی 2 در y a منهای y b یعنی 0 منهای -3/2 میشه به اضافه 3/2. قبول؟ این مساحت رو به دست بیار. خب این مساحت رو بخوایم به دست بیاریم میشه 1/2 قدر مطلقه -3/2 به اضافه 2. این میشه 4 منهای 3 میشه 1/2. این 2 با 2 میره میشه -5. درسته؟ این 2 با 2 میره اینم میشه -3. قبوله؟ -5 به اضافه 3 میشه -2 به اضافه 1/2 میشه -3/2 قدر مطلقش میشه -3/2. 1/2 در 3/2 میشه 3/4. مساحتش باید 3/4 75 باشه. گزینه 2. حل. تست بعدی. اگر نقاط M و N و P نقاط میانی اضلاع مثلث باشن مساحت این مثلث کدامه؟ ببین ما فرض کن 3 رأس مثلث داریم، نقاط میانیشو به هم وصل کردیم. نقاط M و N و P. خب اگر نقاط میانی یک مثلث را به هم وصل کنی، خود یک مثلث 4 تا مثلث یکسان ایجاد میکنه. ببین نقاط میانی مثلث رو به هم وصل کنم، این مثلث، این مثلث، این مثلث، این مثلث با هم همشون هم نهش میشن، یعنی در واقع مساحت هاشون با هم برابره. خب برای اینکه مساحت این مثلث ABC رو میگه مشخص کنیم، خب میگه نقاط میانی M و N و P نقاط میانی اضلاع یک مثلثن، مساحت این مثلث کدومه؟ نقاط میانی مثلث M و N و P ان. شما مساحت این مثلث کوچیکه رو به دست میاری. چطوری به دست میاری؟ خب M و N و P مشخصه، مساحتش الان به دست میاد دیگه. باز هم با استفاده از همون نکته 1/2 قدر مطلق x حالا مثلا M در y n منهای y p. درسته؟ به اضافه x n y p منهای y m. به همین ترتیب مساحت مثلث MNP مشخص میشه.
مساحت مثلث MNP مشخص شد، ضرب در 4ش میکنی، مساحت مثلث ABC هم مشخص میشه. کاری نداره، با همین راهنمایی که کردم میتونی راحت حلش کنی. اینم به عنوان تمرین برای شما. خب قرینه نقطه M نسبت به خط Y منهای 2x مساوی با 0 نقطه N. خب اگر O مبدأ مختصات باشه مساحت مثلث MON کدامه؟ خب اینم یه خورده سخته. قرینه نقطه M، یه نقطه دارم M مختصاتش Xش 3 Yش 1. قرینش نسبت به خط Y منهای 2x مساوی با 0، مثلا این خط Y منهای 2x یا همون Y مساوی با 2x، قرینش نسبت به خط Y مساوی با 2x نقطه N. اول اینکه قرینه یک نقطه نسبت به خط، اون خط باید عمود منصف اون پاره خط باشه. این از این. خب این نکته رو تازه قبلا هم گفتم توی یه تست. خب من چی رو میخوام؟ میگه مختصات مساحت مثلث MON، او هم میگه مبدأ مختصاته. من M رو دارم، او هم دارم که مبدأ مختصات 0 و 0، N رو داشته باشم، باز استفاده از همون نکته وقتی سه رأس مثلث مشخصه مساحت مثلث مشخص میشه. این N رو چطور به دست بیارم؟ خوب دقت کن. برای اینکه این N رو به دست بیاری نیاز داری این معادل خط رو داشته باشی تا N به دست بیاد. درسته؟ حالا چجوری این N به دست بیاد؟ خوب دقت کن. اول اینکه چون این پاره خط یا خط 2x عمود منصف MN، اول اینکه وسطشه، وسط MON، این وسط رو مثلا چی بذارم اسمشو؟ همیشه M میذاشتم، این دفعه M' بذارم. خب چون این M اینو M' میذارم چون وسط اینه. اول اینکه وسطشه و اینکه شیب این قرینه معکوس شیب اینم هست. درسته؟ خب قرینه معکوس شیب این خط 2x. حالا پس شیب این خط بچه‌ها چقدره؟ این وقتی شیبش 2، شیب این خط 2 دیگه. شیب این خط، شیب خط MN قرینه معکوس 2، یعنی -1/2. خب من آیا معادله این خط رو نمیتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم. درسته؟ معادله این خط MN رو مینویسم. چرا؟ چون هم یه نقطه رو دارم هم شیب رو دارم. Y منهای Y1 Mش -1/2 در X منهای 3. درسته؟ پس با این کار معادله MN نوشته میشه. معادله خط MN رو نوشتم. این به چه دردت میخوره؟ ببین Y الان میشه -1/2 X، این که 3/2 به اضافه 2/2 میشه 5/2. این از این معادله خط MN نوشته شد. حالا اگر این معادله خط MN رو با این خط 2x قطع بدم، قطعش کجاست؟ همین M'. درسته؟ این تستش واقعا سخته. حالا پس این خط رو با خط 2x قطع میدم. خب با خط 2x اگه قطع بدی به جای یش بذار 2x. 2x میشه -1/2 x به اضافه 5/2. این -1/2 x بره اون طرف، 5/2 x میشه 5/2، پس x 1، پس یش هم 2. قبول؟ xش 1، y 2x بود دیگه، پس این نقطه 1 و 2. خب بقیه رو پاک کنم بره. این از این. من همینو میخواستم. ببین حالا دیگه n مشخص میشه. چرا n مشخص میشه؟ چون من با استفاده از معادله عمود منصف چیکار کردم؟ گفتم آقا این دوتا شیب که قرینه معکوس همن دیگه، این شیبش 2، این قرینه معکوسش -1/2. با استفاده از یک نقطه این معادله خط رو نوشتم. این خط رو با این خط قطع دادم، نقطه M' مشخص شد. نقطه M' که مشخص بشه نقطه N مشخص میشه. چرا آقا؟ چون x M' چون وسط MN دیگه میشه xM به اضافه xN تقسیم بر 2 و به همین ترتیب برای یش. پس xM' که 1 میشه xM 3 به اضافه xN تقسیم بر 2. پس xN میشه چقدر؟ میشه 2-3 -1. این از این. درست؟ و yn که YM که 2 میشه YM 1 به اضافه YN تقسیم بر 2. اینم میشه 3. درسته؟ YN منم 3. پس مختصات نقطه N رو که میخواستم تمام این روش ها رو رفتم تا این N به دست بیاد. Xش -1، Yش هم 3. مبدأ مختصاتش نقطه 0 و 0 و نقطه M هم 3 و 1. درسته؟ هم M رو دارم، هم N رو دارم، هم O رو دارم. الان مساحتش رو دیگه به دست میارم. درسته؟ خب مساحتش رو میخوای به دست بیاری، برای اینکه قاطی نکنید، چون شما مثلا مساحت رو بر حسب همون A و B و C الان یاد گرفتی، خب کاری نداره اسمشون رو عوض کن. مثلا اگه میخوای اشتباه کنی، مثلا مساحت اینو میخوای دیگه مهم نیست، حالا M و N و O، اینو بگیر A، اینو بگیر B، اینو بگیر C. درسته؟
مساحت مثلث میشه 1/2 قدر مطلق XA در YB منهای YC که 1 درسته، به اضافه XB خب 0 در هر چی ضرب بشه 0 دیگه نمی‌نویسم، به اضافه XC 3 در YA منهای YB. قبول؟ پس میشه 1/2 در -1 در -1 میشه -1. این که 0 3 در 3 9 میشه 10/2 که میشه 5. مساحتش 5 و گزینه 2 حل. بریم تست بعدی. خب در شکل مقابل گفته اندازه مساحت ABC رو به دست بیار. این مساحت مثلث ABC رو گفت به دست بیار. ببین مساحت، ببین اینو یه راهنمایی کنم، این به عنوان تمرین. این مساحت مثلث کوچیکه رو میخواد، درسته؟ مساحت مثلث کوچیکه رو چجوری به دست بیارم؟ اول این که این ارتفاع رو میتونم چون مساحت مثلث کوچیکه میشه قاعدهش یعنی BC ضرب در ارتفاعش همین AH، درسته؟ این AH بیرون مثلثه، درسته؟ چون یک زاویه در واقع منفرجه داره، قاعدهش بیرون مثلثه. قاعدهش رو چجوری به دست میاری؟ فاصله نقطه A از خط 4x به اضافه 3y به اضافه 1 مساوی با 0، فاصله یک نقطه از خط رو به دست میاری، این ارتفاع AH مشخص میشه. BC رو آقا چجوری مشخص کنم؟ BC رو باید نقطه B و C رو مشخص کنی دیگه. خب این B و C ببین کجا افتادن؟ روی محور طول و عرض. یه بار X رو 0 قرار میدی Yش به دست میاد، X رو 0 قرار بدی کجاست؟ این نقطه B، درسته؟ مختصات نقطه B X رو 0 قرار بدی Y رو بهت میده، مختصات نقطه C Y رو 0 قرار بدی X رو بهت میده، یعنی مختصات B و C X و Yش مشخص میشه. وقتی نقاط B و C مشخص بشه فاصله دو تا نقطه قاعده مشخص میشه، فاصله یک نقطه از خط ارتفاع مشخص میشه، قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 میشه مساحت مثلث ABC. ما هم بریم یه استراحتی کنیم، شما هم روی این تست فکر کنید. خب بریم سراغ تست بعدی. سهمی Y مساوی با x2 منهای 5x منهای 6. محور x ها رو توی دو نقطه A و B قطع کرده. خب جایی که سهمی محور طول ها رو قطع میکنه در واقع ریشه های معادله درجه 2، یعنی هر سهمی که محور x ها رو قطع میکنه در واقع همون ریشه های معادله درجه دوم ازم میخواد. حالا اینا تمام این نکات باز هم دارم میگم توی فصل معادله درجه 2 خیلی کامل در موردش بحث میکنیم. خب پس جایی که این سهمی میگه محور طول ها رو قطع میکنه در واقع همون y رو 0 قرار میدادیم دیگه، x2 منهای 5x منهای 6 مساوی با 0. خب دو تا x مینویسم، باید ضربش -6 شود جمعش -5. میگم کدوم دو عدده که ضربش -6 میشه جمعش هم -5؟ -6 و -1 ضربش -6 جمعش هم -5. یه بار x منهای 6 صفره، x میشه 6، یه بار x به اضافه 1 صفره، x میشه -1. یعنی این جاهاییه که سهمی محور در واقع چی رو قطع کرده؟ سهمی محور طول ها رو قطع کرده. خب مثلا به این شکل اگه میخوایم رسمش هم کنیم x -1 و 0، اینجا مثلا نقطه -1 و 0، این نقطه A بذارم، این نقطه -1 و 0 و نقطه مثلا 6 و 0، این نقطه x 6 و y 0 سهمی محور طول ها رو قطع کرده. و نقطه S هم میگه اگه رأس سهمی رو S بنامیم طول میانه SM در مثلث ABS. خب S رأس سهمیه، طول رأس سهمی چجوری به دست می اومد؟ -B به روی 2A. تمام این نکات توی فصل معادله درجه 2. رأس سهمی پس میشه -B به روی 2A. قرینه ضریب x یعنی -5 میشه -5 تقسیم بر 2 برابر ضریب x2 که 1 میشه 5/2. پس توی رأس 5/2 x رأس سهمیه، طول رأس سهمی، عرض رأس سهمی، کافیه این xs رو در معادله سهمی قرار بدی یا توی این معادله قرار بدی، فرقی نداره. یعنی 5/2 منهای 6 ضرب در 5/2 به اضافه 1. قبوله؟ 5/2 منهای 6 میشه 5 منهای 2، 6 تا 12 تا 5 منهای 12 میشه -7/2 ضرب در اینم میشه 2/2، اینم میشه 7/2 -49/4. درسته؟ پس xش اگه 5/2 باشه، xش اینجا مثلا 5/2 باشه، yش -49/4 که اینم مختصات نقطه S. خب این سه تا میگه تشکیل یه مثلث میدن. خب چی رو خواسته؟ این تیکا رو پاک کنم دیگه، بقیه نیاز نیست دیگه. هم S رو دارم، هم در واقع A رو دارم، هم B رو دارم. چی رو خواسته؟ اندازه طول میانه SM. طول میانه SM ببینید بچه ها، طول میانه SM
یعنی این m اینجاست. خب طول میانه SM رو میخواد. خب این m وسط A و B دیگه، این نقطه رو B بذارم وسط A و B. m پس چی میشه؟ وسط A و B -1 بذار 6 5 تقسیم بر 2 5 دوم و 0 بذار 0 0 تقسیم بر 2 هم 0. خب طول میانه SM میشه رادیکال تفاضل طول هاشون به نمای 2. این چند بود؟ خود S هم Xش 5 دوم بود. درسته؟ درسته. تفاضل طول ها اینم ببین 5 دوم و -49 چهارم بود. قبوله؟ خب اختلافشون در واقع همون 49 چهارمه. ببین تفاضل طول هاشون 5 دوم منهای 5 دوم 0 به توان 2 هم 0. اینم -49 چهارم منهای 0 میشه 49 چهارم به توان 2. 49 چهارم به توان 2 زیر رادیکال همون 49 چهارم میاد بیرون. 49 چهارم یعنی 12 و 1 چهارم. درسته؟ ببین 49 تقسیم بر 4. 4 یکی 4 تا. اینم میشه 0 میشه 4 2 تا 8 تا. یکی باقی میاد. عدد مخلوط 12 و 1 چهارم نوشته میشه. پس 12 و 1 چهارم اندازه طول میانه SM. درسته؟ تست بعدی. اینم به عنوان تمرین گفته اگه معادله عمود منصف پاره خط AB برابر 2x به اضافه 5 باشه. معادله عمود منصف AB برابر این باشه. خب اولا این که عمود منصف از وسط AB میگذره. درسته؟ پس وسط AB رو به دست بیارم، باید توی این معادله صدق کنه و ثانیاً شیب این دو نقطه هم باید قرینه معکوس در واقع خط 2 باشه. درسته؟ ببین وقتی حالا به عنوان تمرین این نقطه A این نقطه B معادله عمود منصف رو بهم داده. عمود منصف از نقطه M که وسط AB هست میگذره. این از این یعنی این خط Y مساوی با 2x به اضافه 5 باید 100% از نقطه M که وسط AB رو باید به دست بیارم. طولاشو جمع بزن تقسیم بر 2، ارزششو جمع بزن تقسیم بر 2. این میشه نقطه M که توی خط Y مساوی با 2x به اضافه 5 هم باید صدق کنه. و ثانیاً شیب خط AB باید قرینه معکوس شیب 2 باشه. یعنی شیب خط AB باید قرینه معکوس خط 2 باشه. یعنی شیب 2 باشه میشه قرینه معکوسش -1 دوم. یعنی شیب AB هم باید -1 دوم باشه. AB بر اساس این دو معادله‌ای که گفتم به دست میاد و تموم میشه. درسته؟ این از این. دو نقطه روی خط x به اضافه y مساوی با 1 وجود دارد که فاصلهش از این خط برابر 2. خب گفتیم هر موقع گفت یک نقطه روی یک خط وجود دارد که فاصلهش فلانه است، یک نقطه‌ای به نمایندگی تمام نقاط روی اون خط در نظر بگیر. این خط بر حسب y اگه بنویسی y هست -x به اضافه 1 دیگه. هر نقطه‌ای که روی این خط x به اضافه y واقع باشد، اگر آن نقطه xش آلفا باشد، مثل تمام تستایی که حل کردم، yش منفی آلفا به اضافه 1 است. یعنی چون روی این خط واقعه اون نقطه یش منفی x به اضافه 1 دیگه، این x رو بردم اون طرف. درسته؟ پس اگر نقطه A روی این خط واقع باشد، اگر xش آلفا یش منفی آلفا به اضافه 1. فاصله این نقطه از این خط برابر 2. فاصله این نقطه از این خط، خب این نقطه رو داخل این خط قرار بده. داخل قدر مطلق 3 در آلفا به اضافه 4 در منفی آلفا به اضافه 1 منهای 1 تقسیم بر رادیکال A2 به اضافه B2. 3 به نمای 2 4 به نمای 2 دیگه 1000 بار داریم حل میکنیم. رادیکال 25 میشه که میشه 5. درسته؟ این فاصله شده 2. خب این 3 آلفا منهای 4 آلفا میشه منفی آلفا. با یه رنگ دیگه بنویسیم بهتره. منفی آلفا اینم میشه به اضافه 1 منهای 1 که میره، نه ببخشید این میشه به اضافه 4 منهای 1 میشه به اضافه 3. درسته؟ 3 آلفا منهای 4 آلفا میشه منفی آلفا، 4 منهای 1 هم میشه 3، 5 دوتا هم میشه 10. پس یا منفی آلفا به اضافه 3 10 بوده، یا منفی آلفا به اضافه 3 منفی 10 بوده. پس آلفا یا منفی 7 است، یا اون آلفا هست 3 به اضافه 10 13. درسته؟ اون دو تا نقطه پس یکیش منفی 7 و حالا فلانه، یکیش مثلا منفی 7 و اینم 7 به اضافه 1 8، منفی 7 و 8. یا یه نقطه دیگه 13 و منفی 13 به اضافه 1 هم منفی 12. این دو تا نقطه میگه مجموع طول این دو نقطه یعنی منفی 7 و 13 رو جمع بزن. 13 منهای 7 میشه 6 تا. درسته؟ گزینه 1. بریم تست بعدی. گفته در شکل مقابل M و H، M به ترتیب پای میانه AM و H پای ارتفاعه. طول MH کدامه؟ طول MH یعنی از M تا H. طول MH رو میخوای به دست بیاری چی کار باید بکنی؟ مختصات M رو داشته باشی، مختصات H رو داشته باشی،
طول دو نقطه در واقع طول پاره خطی که من دو تا نقطه‌شو دارم، مختصات m رو دارم، مختصات h رو دارم، با طول پاره خط به دست میاد. درسته؟ با استفاده از فرمولش رادیکال تفاضل طول‌ها بنمایید 2 به اضافه تفاضل عرض‌ها بنمایید 2. خب این m که مشخصه، m که چون وسط BC گفت طول میانه AM دیگه، m پس وسط BC. خب وسط BC 1 و 5 6 تقسیم بر 2 3 منفی 1 به اضافه 3 2 تقسیم بر 2 1. m مشخصه، h مونده. ارتفاع حالا AH رو داری، درسته؟ اگه مختصات h مشخص بشه طول mh خیلی راحت به دست میاد. آقا من مختصات h رو ببین، باز هم مثل تمام تستایی که من میخواستم مختصات پای ارتفاع رو حل کنم، باید این خط رو با این خط قطع بدی، یعنی ارتفاع رو با این خط قاعده BC قطع بدی. آقا من میخوام با قاعده BC قطع بدم، من که این BH رو ندارم. خب داری. چرا داری؟ چون الان شیب BC رو داری. شما معادل خط BC رو بنویسی، آیا با معادل خط BH فرقی میکنه؟ نه، چون H در امتداد قاعده BC است. من اگر معادله BC رو بنویسم، همون معادله BH هم نوشتم. حل؟ پس معادله BC رو که راحت میتونی بنویسی، شیب BC رو مینویسی. آقا اصلا من چرا معادله خط BH رو بنویسم؟ چون میخوام این BH رو با این AH قطع بدم تا این نقطه H به دست بیاد، تموم بشه دیگه. درسته؟ پس من الان شیب BC رو اول به دست میارم. شیب BC تفاضل عرضها 3 منفی 1 4 تقسیم بر تفاضل طولها 5 منفی 1 4 که میشه 1. شیب BC به دست اومد، یک نقطه و یک شیب معادل خط. Y منهای Y1، خب یکی از نقاط BC رو بذاری حل. M در X منهای X1. پس معادله BC میشه X منهای 2. این معادله خط BC حله که معادله خط BC گفتیم معادله خط BH هم هست. درست؟ حالا معادله خط AH. معادله خط AH چون AH عمود بر BH، پس این شیبش قرینه معکوس شیب BC، چون شیب BC با شیب BH فرقی ندارد، چون BH امتداد BC است. تستا فوق العاده است واقعا، هر کدوم یه نکته‌ای داره، یک در واقع ابتکاری داره که این تستا شما قدرت تحلیلی شما رو حتی برای فصل‌های بعدی هم بالاتر میبره. حالا هر فصل که میرین جلوتر خودتون متوجه میشین. خب شیب BC رو که دارم 1، پس شیب BH چی میشه؟ قرینه معکوس 1 میشه منفی 1. حالا نقطه A هم که داری 4 و 8. درسته؟ پس معادله BH هم راحت میتونی بنویسی. معادله AH هم میتونی بنویسی. درسته؟ معادله AH Y منهای Y1 Mش در X منهای X1. پس معادله AH میشه Y منفی X، این به اضافه 4 به اضافه 8 هم میشه به eضافه 12. اینم معادله AH. کافیه این دوتا رو قطع بدی، تمام. این دوتا رو قطع بدم، X منهای 2 هست منفی X به اضافه 12. 2X میشه 14، X میشه 7، X 7، Yش چنده؟ Yش 7 منهای 2 5. پس اینجا Xش 7، Yش هم 5. حله؟ پس تموم شد. من H هم دارم، نقطه M هم دارم، مختصات MH رو میخوام. خب مختصات یعنی طول MH رو میخوام، میشه تفاضل طولهاشون بنمایید 2 7 منهای 3 4 بنمایید 2 16 به اضافه تفاضل عرضهاشون بنمایید 5 منهای 1 4 به توان 2 16 رادیکال 32 میشه. رادیکال 32 توی گزینه ها هست. حالا اگه به صورت رادیکالی از زیر رادیکال خلاصش میکرد، 32 که بود 16 ضرب در 2 جذر 16 بود 4 رادیکال 2 هم توی گزینه بود، بازم درست بود. حل این از این. بریم تست بعدی. معادله 3 ضلع یک مثلث رو داده، معادله خطی که کوچکترین ارتفاع این مثلث در آن قرار دارد. معادله کوچکترین ارتفاع رو میخواد. بچه‌ها اینو بدونین به عنوان یک نکته. بزرگترین ارتفاع روی در واقع بر ضلع کوچکترین ضلع مثلث واقع میشه. درسته؟ یعنی اون ضلعی که از همه بزرگتره کوچکترین ارتفاع رو داره و اون ضلعی که از همه کوچکتر ارتفاعی که بر اون عمود میشه بزرگترین ارتفاع است. پس هر چقدر ضلع بزرگتر، ارتفاعی که بر اون وارد میشه کوچکتر. پس من اگر میخوام کوچکترین ارتفاع رو داشته باشم، باید ببینم بزرگترین ضلع من کدام است. خب حالا برای این که من 3 تا در واقع خط رو دارم، گفتم از برخورد 3 خط چی به دست میاد؟ از برخورد 3 خط در واقع رؤوس مثلث
حل دیگه، رؤوس مثلث به دست میاد. یعنی یه بار y مساوی با 2x رو با x مساوی با 1 قطع بده، y مساوی با 2x با x مساوی با 1، خب x رو 1 بدم y میشه 2. درسته؟ x رو 1 میدم، y 2x دیگه، میگه با خط x مساوی با 1 قطع بده، پس y من میشه 2. یه نقطه من مثلا 1 و 2. این از این. درسته؟ یه بار این دوتا رو با هم قطع بده یا این دوتا رو فرقی نداره. x به اضافه y مساوی با 1، درسته؟ با خط y مساوی با 2x قطعش بده. به جای yش 2x بذار، 2x به اضافه x میشه 3x مساوی با 1، x میشه 1/3، y میشه 2/3. قبوله؟ یه نقطه منم اینه. یعنی یه نقطه دیگه من 1/3 و 2/3. اینم از یک نقطه بعدی. یک نقطه دیگه کدومه؟ یک نقطه دیگه هم x به اضافه y رو با x مساوی با 1 قطع بده. یعنی x به اضافه y مساوی با 1 رو با x مساوی با 1 قطع بده. اینم x رو 1 بدی، y چند میشه؟ 0 میشه. x 1 و 0. یه نقطه دیگه هم 1 و 0. پس نقاط من مشخصه. این نقاط من. خب حالا برایشون میتونی اسمم بذاری. یکی رو A بذار، یکی رو B بذار، یکی رو C بذار. قبوله؟ حالا خوب دقت کن. این از اینجا به بعدش مهمه. این نقطه A، این نقطه B مثلا، این نقطه C. آقا بزرگترین ضلع به دست بیاری، ارتفاع وارد بر همون بزرگترین ضلع میخواد. خب من دونه دونه پس باید اضلاع رو به دست بیارم، آب رو به دست بیارم. طول ضلع آب، رادیکال تفاضل طول هاشون 1 منهای 1/3 2/3 به نمای 2 4/9، 0 منهای 2/3 منفی 2/3 به نمای 2 4/9 میشه. در واقع چند تا؟ 2 تا 4/9 دیگه. 2 ضرب در 4/9 قبول زیر رادیکال. خب این میشه 2/3 بیاد بیرون، 2/3 در رادیکال 2 میشه. قبول؟ این از این. بعدی آسه رو به دست بیار. آسه میشه رادیکال تفاضل طول هاشون. آسه 1 منهای 1 که 0 به اضافه 2 منهای 0 2 به توان 2 در واقع میشه 4. رادیکال 4 هم که 2. این از این. و BC هم به دست بیار. BC میشه BC تفاضل طول ها 1 منهای 1/3 2/3 به نمای 2 4/9 و اینم 2 منهای 2/3 چقدر میشه؟ 2 منهای 2/3 اون میشه در واقع 2 تا 6 منهای 2 4/3 به نمای 2 4/3 میشه 16/9. اینم میشه رادیکال 29. رادیکال 29. این رادیکال 29 بود بچه‌ها. این رادیکال در واقع اگه اینم خلاصش هم نمی‌کردیم بود رادیکال 8/9. درسته؟ رادیکال 8/9، رادیکال 29 و 2. رادیکال 29 بچه‌ها چقدره؟ رادیکال مثلا 18/9 تازه میشه رادیکال 2. خب این خودش 2. درسته؟ این اصلا 100% اصلا به 2 نمیرسه. قبوله؟ رادیکال 8/9 هم خب اصلا رادیکال 9/9 تازه میشه 1. خب این که 2. پس من کوچکترین ارتفاع مربوط به بزرگترین ضلعه. بزرگترین ضلع اینه. درسته؟ من ارتفاع وارد بر ضلع آسی رو میخوام. قبوله؟ اینم از این. چون اینم الان رادیکال 29 از 2 کمتره دیگه. درسته؟ اینم از این. این تازه میگم 18/9 تازه رادیکال 2. خب رادیکال 29 و اینا رادیکال 2 که 1/14 به 2 که هیچ وقت نمیرسه. قبوله؟ پس هیچ کدوم از اینا این آسه از همه بزرگتره. پس آسه من از همه بزرگتره. پس ضلع آسه من میشه در واقع ارتفاع وارد بر آسه رو میخوام. ارتفاع وارد بر آسه رو میخوام. مثلا این آ باشه، این سی باشه. من ارتفاع وارد بر آسه رو میخوام، یعنی BH. خب چی رو میخوام حالا؟ معادله خط BH رو میخوام. معادله BH گفتیم عمود بر آسه. شیب آسه رو به دست میاری. شیب آسه چی میشه؟ شیب آسه میشه تفاضل عرضها 2/0 تقسیم بر تفاضل طولها 1/1. آقا شد 2/0. یعنی چی؟ تعریف نشده؟ آره. شیب کی تعریف نشده میشد؟ ولی وقتی که خط موازی محور ارزها بود. این شیب تعریف نشده. درسته؟ یا در واقع 2 به روی 0. وقتی خط موازی محور ارزها میشد شیبش تعریف نشده بود. خب قرینه معکوس این چی میشه؟ در واقع شیب BH میشه یه جوری. درسته؟ وقتی شیب تعریف نشده میشه خط موازی محور ارز میشه. پس معادله BH چون باید عمود بر این بشه این شکلی میشه. باید خط موازی محور طول بشه. وقتی الان این در واقع شیب آسه یه خطیه که حالا ما اینجوری کشیدیم. این در واقع این شکلیه. درسته؟ به صورت x مساوی با k معادله خطش. حالا x مساوی با چند؟ x مساوی با 1.
یعنی معادل خط در واقع آسه x مساوی با 1 چون آ و سی هر دو از نقطه 1 میگذرن شیبش هم x مساوی با 1 معادله خط آسه. خب معادل خط BH به صورت y برابر k باید باشه، فقط همینه. خب اینا اصلا رده. خب حالا چرا؟ چون شیب این دو صفرمه قرینه معکوسش شیب BH میشه، شیب BH میشه 0. آقا شیب BH بشه 0، شیب کی 0 بود؟ حالت خاص بود دیگه. اگه شیب تعریف نشده باشه x مساوی با k بود، اگه شیب 0 باشه y مساوی با k بود. y مساوی با k، حالا کدوم k؟ چون از نقطه B میگذره بیش xش چند بود؟ xش 1/3 بود، در واقع yش 2/3 بود. این k همون 2/3. پس y مساوی با 2/3 معادل خطیه که در واقع از BH عبور میکنه. y مساوی با 2/3. حل. اینم تست واقعا وحشتناکی بود. خب در شکل مقابل 4 ضلعی ABCD یک مربع، اندازه مساحت این مربع. خب مساحت مربع یعنی طول ضلع رو باید به دست بیاریم. طول ضلع رو چجوری به دست بیارم؟ فقط یه C رو دارم. خب فاصله C از B مثلا طول ضلع میده، B از A طول ضلع میده، ولی هیچی رو نه A رو دارم، نه D رو دارم، نه B رو دارم. درسته؟ خب چی کار کنم؟ این A فقط یه جا برخورد کرده با این خط y به اضافه 2x مساوی با 2. درسته؟ خب باز میگم اگر xش توی این نقطه، اگر x A آلفا باشه yش چنده؟ 2 آلفاست. چرا؟ چون روی این خط دیگه y میشه -2x به اضافه 2. قبول داری؟ اگر این A روی این خطه اگر xش آلفا باشه yش 2 آلفاست. قبوله؟ خب چه به دردت میخوره؟ اگر این xش آلفاه، این b هم xش آلفاه. مثلا اینجا x -2 و 0، این -2 مثلا 8. درسته؟ -2 و 5. x b با x a یکسانه دیگه. این b xش هم آلفاه ولی yش چنده؟ 0 چون روی محور طوله. خب به چه دردم میخوره من این کارو کردم؟ این خط رو آوردم چون گفتم آقا این xش آلفا باشه yش 2 آلفاه و اینم که اگه xش آلفا باشه اگه دیگه نداره، این xش آلفا اینم آلفاه و yش 0 چون روی محور طوله. حالا فاصله b تا c چی رو بهت میده؟ طول ضلع مربع. فاصله a تا b چی رو بهت میده؟ طول ضلع مربع. و طولهای مربع ضلعشون با هم همه برابره دیگه. یعنی اول میام طول BC رو به دست میارم. طول BC چقدره؟ در واقع تفاضل طولهاشونه، یا بازم بگی رادیکال تفاضل طولها به نمای 2 منفی 8 منهای آلفا به نمای 2 به اضافه تفاضل ارزها هم که 0 که میشه در واقع رادیکال، اگه گفتم رادیکال x2 همون تعریف قدر مطلق x و یه عبارتی به توان 2 وقتی داخلش مثبت داره اینو میتونی بنویسی همون 8 به اضافه آلفا به نمای 2. یک چیزی به نمای 2 با رادیکال 2 این 2 و 2 میره، در واقع 8 به اضافه آلفا میاد بیرون. اینا باز توی قدر مطلق خیلی کاملتر توضیح میدم. این طول BC شد. طول AB هم میخوام. طول AB باز هم اگر طولها یکسان باشه اختلاف ارزها میشه چی؟ ببین از نقطه B تا A چقدر فاصله داره؟ به اندازه همین yش چنده؟ 2 آلفا. xشون که یکسانه دیگه. یا باز هم بنویسی رادیکال تفاضل طولها به نمای 2 به اضافه تفاضل ارزها به نمای 2، باز میرسی به قدر مطلق 2 آلفا. این 2 آلفا باید اندازه مثبت باشه چون طول ضلعه. درسته؟ خب اینم طول ضلع مربع شد، اینم مربع، چون BC با AB باید برابر باشه. پس این دوتا باید با هم برابر باشن. دو تا قدر مطلق کی با هم برابرن؟ دو تا قدر مطلق میگن وقتی با هم برابریم یا داخلمون هر دو یکی باشه یا داخلمون قرینه هم باشه، چون قدر مطلق 8 با قدر مطلق 8 برابره، قدر مطلق 8 با قدر مطلق -8 هم برابره. پس 8 به اضافه آلفا، این آقای 8 به اضافه آلفا باید یا 2 آلفا باشه یا 8 به اضافه آلفا قرینه این منفی 2 به اضافه 2 آلفا باشه. درسته؟ یه خورده بریم بالاتر. پس این تیکه این 2 آلفا رو ببرم اون بر -2 آلفا رو 3 آلفا میشه -6، آلفا میشه -2، یا آلفا -2 یا اینکه اینم بره اون یا این بیاد این طرف آلفا میشه 10 یا آلفا 10. آقا اینجا آلفا 10 میتونه باشه، این که ایکس های منفیه، آلفا که 10 نمیتونه باشه، پس آلفا اینجا -2. درسته؟ پس این آلفای منم -2، این آی منم تموم شد، این -2 شد دیگه، تمومه. این نقطه -2 و 0، این نقطه -8 و 0. پس طول ضلع مربع چند تاست؟ از -2 و 0 تا -8 و 0 6 تاست. درسته؟ مساحت یک ضلع ضرب در خودش 6 تا 36 تا. حل. این تست هم سخته دیگه. تستای آخر رو
غول‌های مرحله آخر دیگه به اینجا رسیدین. خب اینم به عنوان تمرین، این تستم یه خورده سخته ولی به عنوان تمرین براتون قرار دادم. خودتون یه نگاهی بندازین و ببینین چی کار میتونین بکنین. بریم سراغ تست بعدی. در شکل روبرو محیط ABCD کدام است؟ محیط ABCD. خب محیط، مساحت همیشه طول و عرض، حالا مستطیله باید به دست بیاد. خب محیطش رو میخوای به دست بیاری، طول به اضافه عرض ضرب در 2 میشه محیط مستطیل. من الان عرض رو دارم چون کامل مشخصه برام، هم نقطه A رو داده هم B رو داده. خب باشه، عرض که مشخصه میشه رادیکال تفاضل طول ها به نمای 2 منفی 8 بنای 0 منفی 8 به نمای 2 64 به اضافه تفاضل عرض ها به نمای 2 6 به نمای 5 1 به نمای 2 هم 1 که میشه رادیکال 65. این میشه عرض مستطیل. درسته؟ مونده طول مستطیل. طول مستطیل این طول باید به دست بیاری. درسته؟ خب خوب دقت کن. این طول، این سی، چون روی خط ایگرگ مساوی با منفی 5 پس ایگرگش منفی 5. اینجا ایکسش رو نمیدونم، ایکسش باز دوباره بگیم آلفا مثلا. این سی ایکسش رو نمیدونم، آلفا و منفی 5. درست؟ خب خوب دقت کن. من فاصله این نقطه از این خط رو خوب میدونم چنده. این خط ایگرگ مساوی با منفی 5، اینجا هم 5 تاست دیگه. اینجا 0 تا 5، اینجا منفی 5 تا. این فاصله عزیز چند تاست؟ این 10 تاست دیگه. اصلا فاصله این نقطه از خط نمیخواد. این 0 تا 5 اینجا 5 تا اینجاست، این هم منفی 5 تا این اومده پایین. پس اختلافشون چقدره؟ 10 تاست. درسته؟ خب این اختلاف 10 تاست. حالا چی رو میخوام؟ من این اختلافو که دارم، فاصله این نقطه از این خط رو دارم، باشه. ولی اینو الان من ندارم. یه چیز دیگه، این که این دوتا خط هم عرض و هم طول تو اینجا قائمن دیگه. درسته؟ چون مستطیل تمام زاویه‌اش 90 درجه است. پس شیب آبه و شیب BC بر هم، دوتا خط بر هم عمودن. دو خط بر هم عمود باشن گفتیم شیب یکی قرینه معکوس دیگری است. من شیب BA رو دارم، شیب آبه رو داری. درسته؟ میشه تفاضل عرضها 5 منهای 6 تقسیم بر تفاضل طولها 0 منهای منفی 8 که میشه منفی 1 به روی 8 که میشه منفی 1 8. قبول؟ شیب BC هم به دست بیار. شیب BC بچه‌ها چی میشه؟ تفاضل عرضها منفی 5 منهای 5 تقسیم بر تفاضل طولها آلفا منهای 0 میشه منفی 10 به روی آلفا. درسته؟ چون این دو خط هم آبه و این BC باید بر هم عمود باشن، شیب این دوتا باید قرینه معکوس هم باشه. یعنی منفی 10 آلفا اون باید قرینه معکوس منفی 1 8 بشه که میشه مثبت 8. یه طرفین وسطین کن، 8 آلفا میشه منفی 10، طرفین رو تقسیم بر 8 کن میشه منفی 10 تقسیم بر 8 که میشه منفی 5 تقسیم بر 4. این آلفا شما مشخص شد. درسته؟ اینم منفی 5/4 پس. اینم منفی 5/4. درسته؟ تموم شد دیگه. من الان عرض رو داشتم. مشکل من چی بود؟ مشکل من طول بود دیگه. طول می‌خواستم به دست بیارم تو محیط این مستطیل به دست بیاد. خب این طول هم به دست اومد. طول من چجوری به دست اومد؟ الان وقتی این منفی 5/4 و منفی 5 و این نقطه هم مشخصه، باز هم با استفاده از فاصله بین دو نقطه BC من مشخص میشه. پس برم سراغ BC. BC چی میشه؟ BC میشه در واقع همون طول مستطیل. میشه رادیکال تفاضل طولهاشون به نمای 2 0 منهای منفی 5/4 به نمای 2 که میشه 5/4 به نمای 2 میشه 25/16 به اضافه تفاضل عرضهاشون به نمای 2 5 منهای منفی 5 میشه 10 به نمای 2 هم میشه 100. خب اینم مخرج مشترک بگیریم میشه 1600 به ازای 25 میشه 1625 تقسیم بر 16. آقا 1625 به 25 میخوره. 1625 تقسیم بر 25 کن، این میشه 5 6 تا 6 5 تا 30 تا 6 تا 150 تا میشه 1225 5 تا میشه 65. ببین 65 ضرب در 25 تقسیم بر 16. قبوله؟ خب ببین طول پس BC چقدر میشه؟ رادیکال 25 که 5، رادیکال 16 مخرج 4، اون رادیکال 65 زور اینو نداره از رادیکال خلاص بشه، همون تو میمونه. پس طول شد این، عرض شد این. خب محیط چی بود؟ طول محیط مستطیل طول به اضافه عرض ضرب در 2. یعنی اینو به اضافه این کن ضرب در 2 کن. خب یعنی 5/4 رادیکال 65 رو به اضافه یه عرضش کنم رادیکال 65 یعنی طول با اضافه عرض کردم ضرب در 2. 5/4 رادیکال 65 به اضافه 4/4 رادیکال 65 میشه 9/4 رادیکال 65. 9/4 رادیکال 65 ضرب در 2 بشه میشه 9/2 رادیکال 65. گزینه 2. این 9/4 رادیکال 65 هم داده. این طول به اضافه عرض کرد. درسته؟ ضرب در 2 باید بکنیم که محیط مستطیل
به دست بیاد. قسمت بعدی ضلع یک مثلث به مساحت 6 بر خط به معادله فلان واقع و یک رأس آن نقطه منفی 1 و 0. خب اگر ضلع دیگر این مثلث بر محور x ها منطبق باشه، ببینیم چی داره میگه. خب میگه که یک رأسش نقطه منفی 1 و 0، اینجا مثلا منفی 1 و 0. خب این نقطه مثلا چی بذاریم؟ یک رأسش اینجاست، یک رأس دیگهش میگه روی محور طول هاست و یک ضلعش هم 2y به اضافه x مساوی با 3، 2y به اضافه x مساوی با 3. x رو صفر بده، y میشه 3 دوم، مثلا اینجا y 3 دوم باشه، x رو صفر بدم و یه بار y رو صفر بده، x میشه 3، اینجا هم x مثلا 3. خب این دوتا نقطه رو به هم وصل کن، امتداد بده. این خط چیه عزیز؟ x به اضافه 2y مساوی با 3. قبوله؟ خب چی گفته؟ گفته که یک رأسش روی محور طول‌هاه. خب این مثلث یه ضلعش که اینجاست، درسته؟ خب یه ضلعش، یک رأسش اینجاست، یه ضلعش هم اینه. خب یک رأسش روی محور طول باشه، این خطی که محور طول رو قطع کرده باید همین رأسش باشه دیگه، درسته؟ این رأسش که منفی 1 و 0، یک رأس دیگه هم میگه بر محور طول‌ها. اگه ضلع دیگر این مثلث بر محور x ها منطبق باشد، خب یک رأس دیگه بر محور x منطبق باشه، پس این نقطه است 3 و 0. قبوله؟ این نقطه هم بذاریم مثلا B. خب یک رأس دیگه خب روی همین خط باید واقع باشه دیگه، چون یک ضلع این مثلث روی این خطه، درسته؟ یک ضلع از یک رأس به یک رأس دیگه است. حالا اون نقطه رو مثلا C بذاریم، حالا هر جایی که هست، اینجاست نمیدونم، درسته؟ خب مساحت این مثلث اینم به A وصل کنم، پس یه مثلث همچین تیپی دارم. حالا C شاید اینجا باشه، اینجوری باشه، یا C این بالا باشه، حالا هر جایی که هست، درسته؟ روی این خط مثلا میره، شاید C اینجا باشه، این خطه، این مثلث ایجاد شد. خب میگه مساحت 6، مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. خب این نقطه C نمیدونی کجاست، خب نقطه C ولی باز هم چون روی این خط واقع هست، خب پس به نمایندگی از تمام نقاطی که روی این خطه 2y مساوی با 3 منهای x دیگه، درسته؟ پس 2y مساوی با منفی x به اضافه 3. پس y چنده؟ منفی x به اضافه 3 تقسیم بر 2. پس c من اگر xش آلفا باشه، yش منفی آلفا به اضافه 3 تقسیم بر 2. این یه نقطه‌ای روی این خط هست که اگر xش آلفا باشه، yش منفی آلفا به اضافه 3 تقسیم بر 2. قبوله؟ این از این. خب حالا من مساحت رو دارم 6. مساحت مگه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 نیست؟ قاعدهش چند تاست؟ از منفی 1 تا 0 تا 3 و 0 4 تا فاصله است. قاعده 4 ضرب در ارتفاع. ارتفاع هم ببین یعنی نقطه آ نگی ارتفاعی معلوم نیست کجاست. مثلا C رو اینجا بگیر. خب ارتفاع این CH. قبول داری؟ ضرب در اندازه CH تقسیم بر 2 شده 6. این به 2 یک مرتبه، این به 2 دو مرتبه، پس اندازه CH 3. اندازه CH 3. قبوله؟ اندازه CH 3 باشه یعنی از نقطه A که منفی 1 و 0 3 واحد رفته بالا. 3 واحد رفته بالا. یعنی اون نقطه C 3 واحد از Y 0 رفته بالا. پس این منفی آلفا به اضافه 3 قبول داری با 3 باشه. حالا این C اندازش در واقع با 3 باشه. قبوله؟ یعنی اندازه، چون اندازه CH 3 دیگه، درسته؟ پس اندازه منفی آلفا به اضافه 3 تقسیم بر 2 باید 3 باشه. یعنی منفی آلفا به اضافه 3 اندازش باید 6 باشه. یا منفی آلفا به اضافه 3 6 است، یا منفی آلفا به اضافه 3 منفی 6 است. خب آلفا میشه منفی 3 و آلفا میشه در واقع اینم 3 به اضافه 6 میشه 9. قبوله؟ پس این دوتا آلفا میتونه باشه. خب اگر آلفا منفی، این آلفا منفی 3 بهش میخوره چون طرف منفیه، پس آلفاش منفی 3، ایکسش منفی 3، ایگرگش هم میشه 3 به اضافه 3 6 تقسیم بر 2 هم میشه 3. این هم نقطه در واقع C من. همه این چیزا رو حساب کردیم، تازه نقطه C به دست اومد، درسته؟ پس نقطه C من هم مشخص شد. نقطه B هم داشتم، میگه میانه وارد بر کدوم ضلع؟ میانه وارد بر این ضلع رو حساب کن. حالا بالا جمله رو بخون که بدونی که میانه کدوم ضلع رو میگه.
میگه که اگر ضلع دیگر این مثلث بر محور طولها منطبق باشد که این ضلع، میانه وارد بر این ضلع رو میگه حساب کن. میانه وارد بر این ضلع یعنی این ام اینجاست. خب چی رو خواست؟ طول میانه، یعنی این سی ام رو حساب کن. سی چند بود؟ منفی 3 و 3 به دست آوردم، درسته؟ میانه سی ام میشه رادیکال تفاضل طولهاش به نمای 2 منفی 3. این ام هم الان دارم دیگه، ام وسط این نقطه آ و ب. 3 منهای 1 2 دوم میشه 1 0 به اضافه 0 0 تقسیم بر 2 هم 0 میشه منفی 3 منهای 1 منفی 4 به نمای 2 16. 3 منهای 0 میشه 3 به نمای 2 میشه 9 میشه رادیکال 25 که میشه 5 و گزینه 4. بریم یه استراحت کوتاهی کنیم و برگردیم بریم سراغ تستای کنکور 1400. خب بچه بریم سراغ تستای 1400 که از هندسه تحلیلی اومد داخل و خارج 1400. شیب نیم خطی با نقطه شروع آ به مختصات 2 و 4 برابر 3. خب نقطه شروع آ به مختصات 2 و 4 این از این. شیبش هم میگه 3. مستطیل ABCD را چنان میسازیم که نقطه B روی همین نیم خط باشه، یعنی اون نیم خطی که میخوای بسازی این B در واقع روی همون نیم خط AB باشه که شیبش چند بود؟ 3 بود. قبوله؟ ABCD و رأس سوم که اینجا مثلا C منفی 3 و منفی 1 باشه، درسته؟ و اینم میره به D و D هم برمیگرده به A. حله. خب چی گفته؟ محیط این مستطیل کدامه؟ محیط این مستطیل حله، چیزی نداره در برابر اون تستایی که کار کردیم. الان شیبو داری، یک نقطه رو داری، معادله خط AB نوشته میشه، درسته؟ چرا اصلا آقا معادله خط AB رو بنویسم؟ چون میخوام این AB رو معادله خطش رو به دست بیارم، BC هم معادله خطش رو به دست میارم، این دوتا رو برخورد میدم، نقطه B به دست میاد، نقطه B به دست بیاد کلکش کنده است، عرض به دست میاد، طول هم به دست میاد با فاصله دو تا نقطه، درسته؟ پس معادله خط AB رو مینویسم y منهای y1 m در x منهای x1. این معادله خط AB. پس y میشه 3x منهای 6 به اضافه 4 میشه منهای 2. این معادله خط چی شد؟ AB شد. قبوله؟ چون عرض و طول مستطیل بر هم عمودن، شیب این یکی قرینه معکوس اینه، پس شیب این یکی چیه؟ منفی 1/3. خب باز یک نقطه رو داری، یک شیب معادله خطش y منهای y1 m پریم منفی 1/3 در x منهای x1، درسته؟ خب y شم میشه منفی 1/3 x، اینم میشه منفی 1 منهای 1 منفی 2. اینم معادله خط چی شد؟ BC شد. این دوتا رو با هم برخورد بده، نقطه B به دست بیاد. خب این دوتا رو برخورد بدم، y هاشو برخورد میدم، y شم بود 3x منهای 2 مساوی است با منفی 1/3 x منهای 2. منهای 2 با منهای 2 میره، 3x به اضافه 1/3 x مساوی با 0، در نتیجه x 0، درسته؟ میشه در واقع 9/3 به اضافه 1/10 x مساوی با 0، x در نتیجه میشه 0. x و 0 به هر کدوم از این دوتا بدی y میشه منفی 2. پس نقطه B منم 0 و منفی 2 بوده. کافیه AB رو به دست بیاری، BC رو به دست بیاری، طول و عرض مستطیل به دست بیاد. طولش که AB میشه رادیکال تفاضل طولها به نمای 2 منهای 0 2 به نمای 2 4 به اضافه تفاضل عرضها 4 منهای منفی 2 6 به نمای 2 36 که میشه رادیکال 40. قبوله؟ اینم 4 ضرب در 10 که میشه 2 رادیکال 10. این از طول و عرضش چیه؟ عرضش BCه. رادیکال تفاضل طولها منفی 3 منهای 0 میشه منفی 3 به نمای 2 9 منفی 2 منهای منفی 1 میشه منفی 1 به نمای 2 1 میشه رادیکال 10، درسته؟ خب میگه محیط مستطیل کدام است؟ محیط طول به اضافه عرض ضرب در 2 2 رادیکال 10 به اضافه رادیکال 10 3 رادیکال 10 ضرب در 2 6 رادیکال 10 گزینه 3. حد. بریم سراغ تست بعدی. نقطه H به مختصات 2 و 1 روی خط 3x منهای y مساوی با 5 را در نظر بگیرید. مثلث متساوی الاضلاع ABC را. خب ببینم چی داره میگه. مثلث متساوی الاضلاع ABC یعنی تمام اضلاعش با هم برابرن، درسته؟ خب با ارتفاع AH را میسازیم. ارتفاع هم AH، درسته؟ به طوری که محیط مثلث رادیکال 270. محیط مثلث یعنی جمع سه ضلع. چون مثلث متساوی الاضلاع، اگه یک ضلع آ باشه تمام اضلاع هم آه، پس 3 تا آش باید بشه رادیکال 270. رادیکال 270 ببین همون 9
ضرب در سیه، درسته؟ رادیکال 9 جذرش میشه 3 رادیکال سی. 3 رادیکال سی شده 3a. از طرفین 3 رو بزن، a میشه رادیکال سی. پس یک ضلع در واقع مثلث متساوی الاضلاع چقدره؟ هر ضلعش رادیکال سیه. ارتفاعش چیه؟ با استفاده از این نکته بدون. حالا باز هم میگم تو هندسه همه اینا رو اثبات میکنم. تو هندسه 11 AH ارتفاع در واقع مثلث اگر متساوی الاضلاع باشد همیشه رادیکال 3/2 برابر A. مساحت مثلث متساوی الاضلاع بدونیم بچه‌ها، مساحت مثلث متساوی الاضلاع رادیکال 3/4 A2. A چیه؟ طول ضلع مربع. و ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع رادیکال 3/2 A. درسته؟ این نکته رو فقط بدونین. حالا باز چون نمیخوام اثباتش کنم، چیز خاصی هم نداره، چون این میانه است، اینو نصف میکنه، بر اساس این حلش میکنیم با استفاده از قضیه فیثاغورس تموم میشه. خب این از این. پس AH من رادیکال 3/2 A. پس AH من میشه رادیکال 3/2 ضرب در A که رادیکال سیه. قبوله؟ اینم میشه رادیکال 90 تقسیم بر 2. اینم میشه 90 9 ضرب در 10 دیگه میشه 3 رادیکال 10 تقسیم بر 2. 3 رادیکال 10 تقسیم بر 2 این اندازه AH. اندازه AH یا ارتفاع رو دارم. پس این از این. خب به چه دردم میخوره؟ مثلا ارتفاع رو دارم. ببین چی گفته؟ ارتفاع AH رو ساختیم، محیط هم این شد، مختصات رأس A رو میخواد. مختصات این رأس A رو میخواد. این رأس A که نمیدونم مثلا x و y چنده. خوب دقت کن. من ارتفاع AH اندازه‌شو مگه ندارم؟ دارم دیگه. فاصله این نقطه مگه از خط BC همین ارتفاع رو به هم نمیده؟ میده. حالا این نقطه A که آقا نه xش مشخصه نه yش، چجوری فاصله این نقطه از این خط رو به دست بیارم؟ معادله خط BC باشه. معادله خط BC هم الان تازه ندارم، من نقطه H رو دارم. نقطه H هم 2 1، ولی اینو دارم دیگه. گفته مثلث ABC این H روی خط 3x منهای y مساوی با 2. این 3x منهای y منظورش همین قاعده است. 3x منهای y مساوی با 2. چرا نقطه H روی 3x منهای y مساوی با 2؟ ببین H x رو 2 بده، 3 2 تا 6 منهای 1. 3x منهای y مساوی با 5. درسته؟ 3x منهای y x رو 2 بده 6 منهای 1 میشه 5. پس روش صدق میکنه. پس این نقطه H در واقع روی قاعده BCه. خب گفت نقطه H رو روی این خط قرار دادیم. حالا در اصل باید بهتر بود میگفت که این نقطه H روی خط BCه، چون اگه برای AH هم باشه این معادله خط AH هم میتونه باشه. درسته؟ اینو که نگفته. من معادله خط BC رو دارم. معادله خط AH رو میتونم به دست بیارم. چطوری به دست بیارم؟ معادله خط AH، چون AH عمود بر BC شیبش قرینه معکوس اینه، پس شیب اول این BC رو به دست میارم. شیب BC چنده؟ شیب BC قرینه ضریب x تقسیم بر ضریب y که هست 3. پس شیب AH چقدره بچه‌ها؟ شیب AH قرینه معکوس 3 منفی 1/3. درسته؟ خب من شیب AH رو دارم و یک نقطه H رو دارم. معادله خط AH رو می‌نویسم y منهای y1 m AH منفی 1/3 در x منهای x1 x منهای 2. طرفین رو در 3 ضرب کن، یا همینو بنویس فرقی هم نداره، یا اینو بنویس y مساوی با منفی 1/3 x. این 2/3 به اضافه 3/3 میشه به اضافه 5/3. قبوله؟ اینم از این. خب یعنی این که نقطه A روی این خط واقع مگه نیست؟ باز هم به نمایندگی تمام نقاطی که روی این خط واقعا، اگر نقطه A xش آلفا باشد یش اینه، یعنی منفی x به اضافه 5/3. قبوله؟ یعنی منفی آلفا به اضافه 5 تقسیم بر 3. این نقطه A. نقطه A چون روی در واقع خط AH، من معادله خط AH رو نوشتم دیگه. چون نقطه A روی این خطه، اگر xش آلفا باشه یش منفی آلفا به اضافه 5 تقسیم بر 3. فاصله این نقطه از این خط باید همین 3 رادیکال 10 تقسیم بر 2 بشه. درسته؟ پس بقیه رو پاک کنیم. بقیه رو پاک کنم. این از این MAH هم که حذف کردیم، اینم پاک کنیم. خب پس این خط من چی شد؟ با یه رنگ دیگه بنویسم. این خط من که هست 3x منهای y منهای 5 مساوی با 0. درسته؟ یه خورده برم بالاتر، همین درست هست یا نه؟ 3x منهای y منهای 5 درسته. خب فاصله این نقطه از این خط، این x و y رو داخل این خط قرار بده، میشه 3 آلفا منهای y.
قرینه این میشه به اضافه آلفا منهای 5 تقسیم بر 3 منهای 5 این داخل قدر مطلق تقسیم بر رادیکال آ2 به اضافه 2 3 به نمای 2 به اضافه منفی 1 به نمای 2 رادیکال 10. این اندازه باید همون اندازه 3 رادیکال 10 تقسیم بر 2 باشه. این تست تجربی داخل به شدت سنگین بود. یکی از تست‌های سخت کنکور 1400 همین تست بود. خب این صورت و مخرج همه یه مخرج مشترک 3 میگیریم. مخرج مشترک 3 میگیرم، این در 3 ضرب بشه میشه 9 آلفا. اینم میشه آلفا منهای 5 منهای 5 تا 15 تا. درسته؟ مساویس با چقدر؟ مساویس با این 3 رادیکال 10 در رادیکال 10 ضرب بشه میشه 30 تقسیم بر 2 هم میشه 15. اینم میشه مساوی با 15. درسته؟ پس 9 آلفا به اضافه آلفا میشه قدر مطلق 10 آلفا منهای 20 مساویس با 3 تا 15 تا 45 تا. پس 10 آلفا منهای 20 یا 45 است. پس 10 آلفا میشه 65. آلفا میشه 65 دهم یا 6.5. یه آلفا میشه 6.5. یه آلفا دیگه هم 10 آلفا منهای 20 باید منفی 45 بذاری، اون آلفا هم میشه. خب آلفا 6.5 13 دومو داره. پس آلفا 13 دوم جواب درست هست. 6.5 چون 13 دوم هم میشه. پس همین دیگه بقیه 13 دوم هم نداره. یه ایکس دیگه هم در واقع میشه. ببین 10 آلفا منهای 20 باید منفی 45 باشه. در نتیجه 10 آلفا میشه 20 منهای 45 میشه منفی 25. یه آلفا دیگه منفی 2.5 یا منفی 5 دوم هم به هم میده که هیچ کدوم از گزینه ها منفی 5 دوم رو نداره. پس همون گزینه درسته. خب تست آخر تجربی خارج 1400 B و C و M روی خط X به اضافه 2Y مساوی با 7 قرار دارند. مثلث متساوی الساقین ABC را چنان میسازیم ABC مثلث متساوی الساقین ABC این ABC رو چنان میسازیم که اندازه میانه AM چی بشه؟ برابر 5 رادیکال 5 بشه. اندازه AM 5 رادیکال 5. و چون گفت مثلث متساوی الساقین گفتیم میانه با ارتفاع منطبقه، یعنی ارتفاع منم همون 5 رادیکال 5 هست. درسته؟ خب نقطه M هم 3 و 2. این نقطه M 3 و 2 گفته روی خط B و C و M همه روی خط X به اضافه 2Y منهای 7 مساوی با 0 قرار دارن. ببین برای این نقطه 3 و 2 رو توش قرار بده، X و 3 بده 3 به اضافه 4 میشه 7 منهای 7 0. میبینی این نقطه روی این خط واقع هست. در واقع این خط همون قاعده BCه که BC هم قاعده مثلثه، یعنی این B و C که روی این خط بودن در واقع همون قاعده مثلثن. این نیست، AM نیست، این خطه. درسته؟ این از این. بعدش چی گفته؟ طول مختصات رأس آ رو میخواد. باز هم این مختصات مثلا طول و عرضش رو میخواد که هیچی رو ندارم. درست؟ باز هم سبک و سیاق تست قبلی. خب ببین من این خط رو دارم دیگه، معادله این خط رو دارم. شیب این خط چی بود؟ قرینه ضریب X تقسیم بر ضریب Y. پس شیب AH این الان چون نقش M گفتم H هم هست، چون توی مثلث متساوی الساقین ارتفاع میانه منطبقن. پس شیب AH قرینه معکوس منفی 1 دومه. شیب AH پس میشه 2. شیب AH 2 و نقطه M هم که دارم، نقطه 3 و 2 یک شیب و یک نقطه، معادله خطش رو می نویسم Y منهای Y1 Mش 2 در X منهای 3. قبوله؟ پس Y من چند میشه؟ میشه 2X منهای 6 به اضافه 2 میشه منهای 6 به اضافه 2 میشه منهای 4. پس این خط Y'ش این Y چیه الان؟ Y AH Y'ش 2X منهای 4. این نقطه A باز هم به نمایندگی تمام نقاطی که روی خط AH واقع هستن، اگر Xش آلفا باشد Y'ش چیه؟ 2 آلفا منهای 4. چرا؟ چون روی خط Y مساوی با 2X منهای 4. درسته؟ این از این. خب طول مختصات A رو میخواد. مگه الان AH رو ندارم؟ اندازش رو دارم دیگه، 5 رادیکال 5. درسته؟ 5 رادیکال 5. فاصله این نقطه از خط BC باید همون 5 رادیکال 5 باشه، چون فاصله نقطه A از خط BC همین طول ارتفاعه. درسته؟ پس بریم بالاتر. فاصله نقطه A از خط BC، معادله خط BC رو دارم اینه. خب فاصله نقطه A از خط BC این آلفا و بتا Y و X رو جای این قرار بده، میشه آلفا به اضافه 2 برابر 2 آلفا منهای 4 میشه 4 آلفا منهای 8 منهای 7 داخل قدر مطلق تقسیم بر رادیکال A2 به اضافه B2، یعنی 1 به اضافه 1 در واقع 2 به نمای 2 هم 4. این باید چند بشه؟ 5 رادیکال 5. قبوله؟
خب 4 آلفا به اضافه آلفا میشه 5 آلفا منهای 15 مساوی است با 5 رادیکال 5 در رادیکال 5 5 5 تا 25 تا. پس همه تقسیم بر 5 رادیکال قدر مطلق آلفا منهای 3 مساوی با 5. پس آلفا منهای 3 یا 5 بوده یا آلفا منهای 3 منفی 5 بوده. پس آلفا یا 8 است یا آلفا منفی 2 است. پس x این آلفا یا 5 است یا منفی 2 است، یا 8 است یا منفی 2 است. درسته؟ 8 و منفی 2 میتونه طول نقاط در واقع آ باشه. 8 یا منفی 2. منفی 2 هست، منفی 8 نیست. 8 و منفی 2. منفی 2 هست، پس همین جواب گزینه 2. اینم تست کنکور تجربی 1400. ببینید این همه تستای سخت کار کردیم چون واقعا 1400 تستای خیلی سنگینی داشت. تنوع تستی رو دیدین چقدر بالاست. تمام این تستا انگار هر کدوم یه نکته‌ای داشت برای اینکه شما انقدر قوی بشی که قدرت تحلیلیت بره بالا. مثلا توانایی اینو داشته باشی که با تست کنکور 1400 هم مواجه بشی، با فصل‌های بعدی هم با ما همراه باش. به همین ترتیب خیلی قوی کار کن. تمام تستا رو، تمام تمرینایی هم که برات قرار دادم کامل کار کن تا با خیال راحت این فصل هم ببندیم. معمولاً 2 تا تست کنکور رو همین فصل شامل میشه. با فصل بعدی همراه باش.